سلام بچه‌ها، امیدوارم که عالی باشید. توی این ویدیو می‌خوایم در مورد هوش مصنوعی صحبت کنیم، ببینیم از کدوم هوش مصنوعی‌ها بهتره که توی کارمون استفاده کنیم تا کارمون راحت‌تر و اصولی‌تر بشه. اولین چیزی که باید حتما از هوش مصنوعی استفاده کنیم برای انتخاب نام پیج هامون هست. حالا فرقی نمی‌کنه توی اینستاگرام باشه یا توی تیک تاک باشه، توی پینترست باشه، توی هر جا که می‌خواید شما یک نام برای پیجتون انتخاب کنید، بهتره که بیاید از هوش مصنوعی استفاده کنید. خب حالا از چه هوش مصنوعی باید استفاده کنیم؟ در ادامه بهتون میگم. توی گوگل می‌نویسید چت GPT. اگر AI هم بنویسید دیگه بهتر. خب بنویسیم چت GPT AI و اینجا چند تا گزینه برای ما میاره. همین گزینه اول یا دوم روی هر کدوم بزنید ما رو وارد صفحه اصلیش میکنه. من لینک دوم رو میزنم، این میل سیمپل رو زده، این نه، این دومی میزنم، پس باید حتما گزینه دوم رو بزنید. خب اینجا ما میتونیم، اینجا ازتون میخواد که لاگین کنید، چون من قبلا اینجا ببینید لاگین کردم دیگه از من نخواست که لاگین کنم. حتما با یکی از ایمیلاتون لاگین کنید. حالا میتونید دیگه شروع کنید به سوال پرسیدن، هر چی شما ازش بخوای اون پاسخ میده و معمولا یعنی 100% تا الان من هر چی ازش پرسیدم درست جواب داده. پس شما میتونید از چت جی پی تی استفاده کنید. 24 ساعت هم که ازش سوال بپرسید باز بهتون پاسخ میده. یک همراه همیشگی و یک همراه بسیار خوب برای ما توی کار افیلیت هست. حتما از چت جی پی تی استفاده کنید. مثلا ببینید من بهش میگم من میخوام افیلیت علی اکسپرس کار کنم. برای اول بذاریم نیچه من بهش بگم نیچه من در مورد مثلا چی بگیم، در مورد لوازم خانگی هست، لوازم الکترونیکی خانه است. خب نیچه من بهش گفتم لطفاً چند اسم مناسب برای پیج اینستاگرام به من بگو و ترجمه فارسی آن را هم در کنارش بنویس. خب من اینو ازش پرسیدم، ببینید چی جواب میده به من. ببینید انتخاب‌های خانه هوشمند، آشیانه گجت‌ها، راهنمای تکنولوژی خانه و همینجور 10 تا به من گفته. خب حالا یا اگر از اینا خوشم اومد که یکی از همینا رو استفاده میکنم، اگر نه خواستم ادامه بده میگم عالیه، بازم ادامه بده، دوباره به من پیشنهاد میکنه. ببینید 10 تای دیگه به من معرفی کرد و من از بین اینها میتونم استفاده کنم. حالا من این رو برای اینستاگرام نوشتم، شما برای تیک تاک، برای هر چیز دیگه، هر جایی خواستی، پینترست خواستی پیج بسازی، میتونی اسم پیجت رو بیای از اینجا اول انتخاب کنی و من پیشنهاد میکنم که پیج اینستاگرام، پیج پینترست و پیج تیک تاکت رو همه رو هم نام بذاری. یعنی اگر اینجا یه اسم پیدا کردی دیگه همه رو سعی کن با یه اسم بسازی، اسم پیجات یکی باشه. خب این از اولین موضوع. پس این از انتخاب نام پیج. حالا نوشتن عنوان مناسب برای هر چیزی. شما زمانی که میخوای یه پین بذاری، زمانی که میخوای یه پست بذاری، عنوانش رو دوباره به همین صورتی که دیدید از چت جی پی تی میپرسی، میگی من میخوام مثلا یه محصولی بذارم توی پیج اینستاگرام من، محصول من این هست، اسمشو بهش میگی، یک عنوان مناسب به من بگو. خب عنوانم بهت میده. خب بریم سراغ بایو پیج که خیلی خیلی مهمه و باید بایو پیج ما معرف به کار ما میشه. یعنی کسی که اولین بار میاد وارد پیج ما میشه 100% اول قسمت بایو پیج رو میخونه. خب حالا من ببینید اول یه نکته در مورد چت جی پی تی بهتون بگم، این که چت جی پی تی انگار حافظه داره. الان میدونه که من کارم افیلیت و میخوام توی سایت علی اکسپرس کار کنم، تا اینجا رو خودش میدونه. خب حالا از اینجا به بعد میتونم دوباره
بنویسم و بهش بگم که چی میخوام. خب حالا من میگم برای پیج اینستاگرام من که در مورد لوازم خانگی بود یک بایو مناسب همراه با ایموجی به من بده. خب ببینید چی بهم میگه. من این رو برای پیج اینستاگرام نوشتم، شما اینو میتونی برای تیک تاک و پینترست هم به همین صورت ازش بخوای. خب ببین حالا این چیزی که به من پیشنهاد کرده، گفته جدیدترین تکنولوژی برای خانه شما، هوشمند زندگی کن، راحت‌تر زندگی کن، لینک خرید که ما به جای این لینک خرید باید لینک همون لندینگ پیجمون رو توی اینستاگرام بذاریم. خب ببینید این دوباره اومده به همین صورت، میگه ببینید چند تا پیشنهاد کرده. دوباره میگم خوب نیست، مثلا خوب نیست، بهترش کن و متن بایو را طولانی تر کن. خب ببینید چی بهمون میگه. ببینید اینجا الان اومد متن بایو رو برای ما یه ذره طولانی تر کرد و به من پیشنهاد میده. و میگم حالا مثلا خوبه ولی اینها رو به زبان انگلیسی به من بگو. متن فارسی که به درد ما نمیخوره، باید همه رو بگیم به انگلیسی به من بگو. خب هر کدوم خوشتون اومد، دوباره مثلا من از این خوشم اومده اینو کپی میکنم اینجا، میگم ترجمه فارسی اینم بهم بگو، ترجمه فارسیش هم که بهم گفت دیگه مطمئن میشم که متن خوبی رو میتونم توی بایوم استفاده کنم. ببینید ایموجی های فوق العاده ای هم کنار اینا اومده به کار برده که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. خب اینم پس شد استفاده از چت جی پی تی برای نوشتن بایو. بریم سراغ ساخت لوگو. ببینیم با استفاده از کدوم هوش مصنوعی بهتره که بریم لوگوی سایتمون یا اون تصویری که توی بخش پروفایلمون میتونیم قرار بدیم بسازیم. برای ساخت لوگو هوش مصنوعی خیلی زیادی هست که شما هر کدوم از اونها رو این روزا ببین، وارد اینستاگرام بشی، وارد یوتیوب بشی، وارد هر پلتفرمی بشی، دارن در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنن. واقعا هوش مصنوعی زیادی هست که شما میتونید باهاش لوگو بسازید. خب برای ساخت لوگو توی گوگل بنویسید ideogram.ai و اینجا اولین گزینه رو انتخاب کنید. اینجا میگه که یه پرامپت بهم بگو که من بتونم برات اون لوگویی که میخوای رو بسازم. خب اول میگه که کانتینیو کن به وسیله یه ایمیل. من روی گزینه اول زدم، اینجا یه دونه ایمیلمو انتخاب میکنم، کانتینیو میزنم تا بتونم ثبت نام و لاگین کنم. خب میگه که یوزرنیم پسورد اینا رو تغییر نمیدم، ادامه میدم. خب حالا ما اینجا میتونیم یه دونه پرامپت بهش بدیم و جنریت کنیم، به راحتی تصویری که ما میخوایم برامون میسازه. برای نوشتن پرامپت هم که من با این فرض دارم کار میکنم که هممون زبانمون خوب نیست، میریم توی چت جی پی تی به فارسی بهش میگیم، اون به انگلیسی بهمون میگه. بریم این کار انجام بدیم. خب ببینید پس توی چت جی پی تی میگم من میخوام با هوش مصنوعی ایدئوگرام یک لوگو برای پیج، من اینجا می‌نویسم پیج اینستاگرام، ببخشید اینم انگلیسی شده. من میخوام با هوش مصنوعی ایدئوگرام یک لوگو برای پیج اینستاگرامم بسازم. لطفاً خب بسازم.
بذارید نیچمونم بهش بگیم نیچ بگیم بهتره. نیچ من لوازم الکترونیکی خانه است. لطفاً یک پرامپت مناسب به من بده که در لوگو من تنها یک تصویر مناسب و مرتبط با نیچم باشد. خب اینتر میزنم. ببینیم یه پرامپت به من میده بدون اینکه من زبان انگلیسی بلد باشم و کافیه که این پرامپت رو کپی کنم. خب با کلیدهای جهت و شیفت میتونم گرفتم شیفت و کلیدهای جهت میتونم متنم رو کامل انتخاب کنم. این رو کپی میکنم و میرم توی آیدیوگرام توی قسمت پرامپتش این متن رو بهش میدم. این قسمت ماجیک پرامپتش رو آف میکنم که خودش نیاد دیگه پرامپت من رو تغییر بده. اندازه رو میذارم روی 1:1 و بقیه هم تغییر نمیدم و روی جنریت میزنم. ببینید اینجا 10 تا حالت سکه 10 تا امتیاز اینجوری به من میده و هر بار که من دارم هی لوگو میسازم از این کم میکنه. ببین الان بهم گفته که 15 ثانیه صبر کن، داره 4 تا تصویر رو اینجا برای من میسازه، کم کم داره اینا رو میسازه و برای من میاره. هر کدوم که دوست داشتم میتونم دانلود کنم و ازش استفاده کنم. ببینیم چه تصویری به من پیشنهاد میکنه. خب اینا تصویرایی هست که برای من ساخته. اینه و این. خب اگر خواستم که از اینا استفاده کنم که من میتونم به راحتی هم اسکرین شات بگیرم از اینا استفاده کنم، هم روی تصویرم کلیک راست میکنم سیو ایمیج از نه ببینید با سیو داره با وب پیج فایل ذخیره میکنه، همون اسکرین شات میگیریم یا اینکه از اینجا دانلود میکنیم. ببینید دانلود، بله با پسوند JPG میخواد برای من ذخیره کنم. مثلا روی دسکتاپ من این رو سیو میکنم. ببین این تصویر الان تصویری که من میخوام نیستا. شما باید زمان بذارید دوباره پرامپت رو بری تغییر بدید. بهش بگی که من مثلا یک پرامپت سیاه‌وسفید میخوام، من ببخشید یک لوگو سیاه‌وسفید فقط میخوام، یا اینکه میخوام لوگوم به صورت دایره‌ای باشه. اینا رو بهش میگی. ببین من دوباره بهش میگم ببین این گفته یک لوگو مدرن مینیمالیستی شامل یک دستگاه هوشمند خانگی براق مانند روتر. نه اینو ما نمیخوایم. بهش میگم که نه من این پرامپت رو جالبه که حتی ترجمه فارسیش هم به من گفتم این چون توی حافظه چت جی پی تی میمونه. قبلا هی بهش گفتم به فارسی هم بهم بگو، دیگه خودش بدونه که من بگم بهم داره میگه من این تصاویر رو نمیخوام، دوست دارم توی لوگو از لوازم خانگی مثلا جارو برقی یا خردکن استفاده شده باشد. خب حالا شما هر تصویری که مد نظرتون هست. خب بهش میگم ببینیم پرامپت جدید بهم میگه یا نه. خب میگه پرامپت انگلیسی به این صورته. به این ترجمه فارسی هم میگه یک لوگوی مدرن و مینیمالیستی شامل یک وسیله برقی خانگی و آینده نگر مثل جارو برقی، خردکن، قهوه ساز اینا رو گفته برام بیار. خب من این پرامپت رو کپی میکنم. این آخر رو گفتیم اگر اذیت کرد شیفت رو میگیریم با کلید جهت سمت چپ. این متن مورد نظرم رو انتخاب میکنم، این رو کپی میکنم، دوباره میبرم اینجا، دوباره توی بخش پرامپت. ببینید الان امتیاز منو کرد 8، یعنی هر بار این بار داره 2 امتیاز از من کم میکنه. خب من این رو
پرامپت جدید رو بهش دادم، دوباره روی آف 1:1 و جنریت. چند تا نمونه رو برای ما رایگان میسازه. ما بقیه رو اگر بخوایم دیگه باید اکانت این هوش مصنوعی رو بخریم. خب منتظر میمونم. 17 ثانیه 16 ثانیه طول میکشه تا این چیزی که من خواستم برام بسازه. دوباره میرید میگید که مثلا من ببینید چقدر عالی، واقعا چند تا لوگو فوق‌العاده به من معرفی کرد. این یکیشه، این یکی هست، اینم یکی و اینم یکی. خب حالا مثلا فرض کنیم من این مد نظرم هست، اینو میرم دانلودش میکنم روی دسکتاپ یا هر مسیری که دوست دارید ذخیره‌اش کنید. خب ببینید به راحتی ما تونستیم یک لوگو توی چند ثانیه بسازیم. به همین راحتی اینم یک لوگو فوق‌العاده برای کار ما. بذارید من زوم این رو کم کنم که ببینید این یک لوگو فوق‌العاده میتونه برای پیج اینستای ما باشه که همین لوگو رو میتونم حالا توی تیک تاک، توی پینترست و جاهای دیگه هم استفاده کنم. کافیه که یه دونه لوگو داشته باشیم و از اون استفاده کنیم. خب حالا ببینید من این رو میتونم توی فتوشاپ یا توی هوش مصنوعی که میتونه بک‌گراند رو حذف کنه، بک‌گراندش هم حذف کنم، با پسوند PNG بیام ذخیره کنم. حالا برای جایی که میخوام روی ویدیو استفاده کنم، برای اینکه کپی رایت نخوریم، ما میتونیم یه دونه لوگو بسازیم و حالا بهتره که همون لوگویی باشه که توی پیجم هم اومدم استفاده کردم، روی ویدیوم بذارم تا کپی رایت هم نخورم. اینم از ساختن لوگو. حالا بریم سراغ کوتاه کردن لینک علی اکسپرس. برای کوتاه کردن لینک علی اکسپرس گفتیم که بهتره که هیچ جا بچه‌ها از لینک مستقیم علی اکسپرس استفاده نکنید. میان چه کار میکنیم؟ میان توی هوش مصنوعی 7894.xyz وارد این سایت میشیم. کافیه که شما لینک رو بهش بدید، براتون کوتاه میکنه. به همین راحتی. اینم میشه از کوتاه کردن لینک های محصولات علی اکسپرس. بریم یه نمونه رو با هم دیگه انجام بدیم. مثلا بچه‌ها فرض کنید که من این ساعت رو میخوام برم و تبلیغش کنم. خب ببین اینی که اومده کنارش یه دونه آتیش هم برای ما کشیده. البته آتیش اینجا نه. اگر این پایین این مثبت 500 تا فروش داشته و $15.98 یعنی 7% کمیسیون من میشه. خب من اینو میخوام برم تبلیغش کنم. توی قسمت پرامپت نو اگر برم، اینجا داره تصاویر مربوط به این ساعت رو به من میده که اگر من روی دانلود آل بزنم همه تصویرها رو میتونم با هم دیگه دانلود کنم، یا اگر یکی دو تاش فقط مد نظرم هست میتونم این یکی دو تا رو سلکت کنم و روی دانلود سلکتد بزنم. این موضوع رو یادم رفته بود قبلا بهتون بگم. پس اگر تصویری محصولی خاصی به این صورت میتونید دانلود کنید. خب من حالا میخوام این محصول رو من روش میزنم. ببینید خب این محصول رو برای من آورد. منتظر میمونم که لینک افیلیتش این بالا برای من بیاره. تو همون قسمت پرامپت هم میتونستم لینکش رو بردارم. از اینجا هم باز میتونم لینکش رو کپی کنم. من از اینجا لینکش رو کپی میکنم، برمیگردم میرم توی اون سایت هوش مصنوعی. اینجا کافیه که لینک رو پیست کنم و شورتن رو بزنم. خب قبل از اینکه حالا من برم اون لینک کوتاه شده رو ببینم، ببینید لینک این محصول اینه. وقتی که توی مرورگر بزنم این ساعت رو برام میاره. میخوام بهتون ثابت کنم که هیچ چیزی تغییر نکرده. این لینک کوتاه شدهش هست. اینم میگه که بگو که ربات نیستی. من تیک این رو میزنم. خب من کافیه که این لینک رو کلش رو کپی کنم و دوباره توی مرورگر امتحان میکنم. ببینید لینک کوتاه شدهش رو حتما قبل از اینکه منتشر کنید توی مرورگر امتحان کنید که یه وقت مثلا این چند حرف آخرش جا نمونه.
خب ببینید پس این دوتا هر دو یه صفحه رو برای من آورد، پس فرقی نمیکنه من از خود لینک استفاده کنم یا لینک کوتاه شدهش. و چون که اکثر پلتفرم ها برای بستر تبلیغاتیشون پولی هستن، به خاطر اینکه اون پیج شما رو بند نکنه و مشکلی پیش نیاد، مخصوصا توی تیک تاک و توی پینترست، حتما بیاید اینجا اول لینکتون رو کوتاه کنید، بعد برید اون لینک رو هر جا دوست داشتید استفاده کنید. خب بریم سراغ، پس اینم شد کوتاه کردن لینک علی اکسپرس. تبدیل متن به صوت، این کی به درد من میخوره؟ مثلا من اومدم یه فیلمی از تیک تاک دانلود کردم یا رفتم توی پیجای اینستاگرام گشتم و یه محصولی رو پیدا کردم برای خودم، الان دارمش این ویدیو رو. خب حالا میخوام اینو تغییرش بدم که کپی رایت نخورم. یکی از بهترین راه‌ها اینه که برم یه متنی در مورد اون محصول با استفاده از چت جی پی تی به دست بیارم و اون متن رو تبدیل کنم به صوت، انگار که یکی داره در مورد اون محصول توضیح میده و این صوت رو بذارم روی ویدیو. حالا اینکه اینو چجوری انجام بدیم الان بهتون میگم. ببینید اینجا ما یه هوش مصنوعی داریم به نام 11labs.io. اینم ازم قبول نکرد. خب توی گوگل می نویسم 11labs، ببین خودش آورد AI. این رو که بنویسم توی اولین لینک وارد میشم. خب اینجا ببین نوشته get started free. من روی این دکمه میزنم. میگه که باید اول یه دونه اکانت بسازی. من ساین اپ ویت گوگل رو میزنم. یکی از ایمیلام رو انتخاب میکنم تا بتونم ثبت نام کنم. من این رو انتخاب میکنم. روی کانتینیو میزنم. میگه که اسمت چیه؟ در مورد خودت بگو. من یکی از اینا رو الکی انتخاب میکنم و روی نکست میزنم. میگم من کریئتور هستم. کریئتور هستم و یا فیلم میکر هستم. یه چند ثانیه صبر میکنم تا وارد این هوش مصنوعی فوق‌العاده بشید. خب اینجا میگه که یه پرامپتی بهم بگو. ببین چند تا متن خودش به عنوان نمونه داره. خب من مثلا یکی از اینا رو انتخاب میکنم. میخوام فقط بهتون بگم که این هوش مصنوعی چقدر فوق‌العاده است. کافیه که حالا روی این اجرا بزنید و حالا من چون صدای سیستمم قطع هست نمیتونم این کار رو انجام بدم. کافیه که روی این پلی بزنید و اون وایس مقابل متنتون رو بشنوید. یعنی یه متن من اینجا بهش میدم، این خودش میاد تبدیل میکنه به صوت. اگر خواستی دانلودم کنید اینجا شما میتونید این پایین روی این علامت دانلود بزنید و دانلودش کنید. اینجا فقط حواستون باشه باید متن خودتون رو بنویسید. مثلا که بهتون گفتم با استفاده از چت جی پی تی میرید میگید که من فلان محصول رو میخوام تبلیغ کنم، اسم اون محصول رو بهش میدید، یه متن کوتاه مثلا در حد یه دقیقه‌ای 2 دقیقه‌ای، حالا نگاه میکنید تایم ویدیوتون چقدر هست، یا 30 ثانیه‌ای به من بده. به چت جی پی تی اینو میگی، یه متن در مورد اون محصول بهت میده، متن رو میذاری اینجا و جنریتش میکنی. به همین راحتی شما میتونید اون متنتون رو تبدیل کنید به یک وایس. ببین اینجا هم باز مدل های مختلفی میتونی سلکت کنی. زبانت که باید حتما انگلیسی باشه. خب به زبان های مختلفی این هوش مصنوعی میتونه براتون وایس بسازه. خب میگه وایس کیو میخوای؟ ببین اینجا وایس افراد مختلفی اینجا هست، خانم هست، آقا هست، میتونید هر کدوم از اینا رو انتخاب کنید و نتیجه های متفاوتی بگیرید. معمولا این کارو میکنن که روی هر پیجی یه صدا انتخاب میکنن. انگار مثلا صدای یه خانم، همیشه دیگه سعی کنید همون رو انتخاب کنید. انگار یه گوینده داری که داره به صورت مجانی در مورد تک تک محصولات شما توضیح میده
و اینجوری کاربر همیشه گوشش به اون صداش هست، فکر میکنه که خود شما هستی که داری در مورد اون محصول توضیح میدی. خب یا مثلا یه گوینده داری که داری در مورد اون محصول توضیح میدی. سعی کنید همیشه گوینده‌تون یکی باشه، بین این گوینده ها بگردید، بهترین صدا رو انتخاب کنید و در نهایت متن گفتم اینجا میدی جنریت میکنید و از اینجا هم دانلود میکنید. این هم شد از تبدیل متن به صوت که در مورد اون محصول بتونی توضیح بدی. ببینید بچه‌ها یه نکته بهتون بگم، این کائنات واقعا به آدم پاسخ میده. یعنی هرچی شما بیشتر زحمت بکشید برای تولید محتوا، بیشتر وقت بذاری، نتیجه بهتری میگیری. اینو مطمئن باشید. تا اون کسی که فقط داره کپی رایت میکنه، یعنی یه جا میره دانلود میکنه، یه جا دیگه میره آپلود میکنه، خب این خیلی باید نتیجه متفاوت باشه. هرچی شما کیفیت اون ویدیو رو بالاتر ببری، هرچی سعی کنی ابتدای ویدیو از چت جی پی تی بخوای که یک قلاب برات ایجاد کنه، خب و در انتهای ویدیو هم ازش بخوای که یک کال تو اکشن، مثلا ازش بخوای از چت جی پی تی بخوای که انتهای متن به کاربر بگه که حالا اگه میخوای این محصول رو بخری به کپشن مراجعه کن، یا اینکه اگه میخوای این محصول رو بخری به بایو مراجعه کن. خب یه همچین چیزایی آخر ویدیو باشه و یک جمله زیبا در مورد اون محصولی که میخوای بذاری ابتدای ویدیوت از چت جی پی تی بخوای که بهت بده اون متنی که میخوای از چت جی پی تی بگیری. خب امیدوارم که اینو خوب گفته باشم. اینو که بتونی این همچین پرامپت قشنگی، یه پرامپت زیبایی توی چت جی پی تی بسازی و بعد اون رو تبدیل کنی به صوت و روی ویدیوت بذاری، مطمئن باشید که نتیجه کار خیلی خیلی فوق العاده میشه. کاربرها معمولا وقتی که وارد پیج شما میشن، اون کاری که شما بهشون بگید رو انجام میدن. یعنی وقتی شما میگی برو به کپشن مراجعه کن، معمولا اونا مراجعه میکنن و وقتی لینک رو اونجا گذاشتی یا لینک رو توی بایو گذاشتی توی لندینگ پیجت، معمولا به اونجا مراجعه میکنن. وقتی بهش میگی برو توی بایو و لینک این محصول رو ببین، میره. احتمالی که بره اونجا و ببینه خیلی زیاد هست. معمولا کاربرها اون چیزی که شما توی ویدیو بهشون میگی رو گوش میگیرن و به اونجا مراجعه میکنه، به اون محصول مراجعه میکنه و احتمال خریدش بالاست. امیدوارم که این نکاتی که گفتیم براتون مفید بوده باشه. بچه‌ها واقعا تمام نکاتی که به دردتون میخوره تا همینجا من فکر میکنم کافیه برای قبل از عید. ما بعد از عید اگر نیاز شد، اگر دیدید که لازم هست، من در مورد فیسبوک و یوتیوب هم بهتون میگم. اگر دوست دارید ویدیو در مورد این موضوع هم براتون بسازم، حتما توی کامنت ها بهم بگید که من نیازهای شما رو بدونم. اگر با مشکل برخوردید حتما توی کامنت ها بذارید. اگر توی هوش مصنوعی توی استفاده کردنشون، این حالا معمولا هوش مصنوعی که من معرفی کردم بهتون همشون رایگان بودن، اگر باز دیدید که چند بار استفاده کردید نشد دیگه استفاده کنید، باید با ایمیل های مختلف این کار انجام بدید. یا مثلا فرض کنید میخواید لوگو بسازید، اون 10 امتیازی که گفتیم برای یه روز شما هست، شما دوباره فردا بیاید دوباره اون 10 امتیازه شارژ میشه و دوباره میتونید لوگو بسازید. خب پس معمولا هوش مصنوعی چند بار به شما اجازه میدن که به صورت مجانی کار کنید. پس هممون شروع میکنیم، 20 روز وقت داریم تا عید. از همین امشب شروع کنید. تمام این مطالبی که بهتون گفتیم رو یکی یکی یادداشت کنید. یه دفتر یادداشت داشته باشید، یوزر پسورداتون، ایمیلاتون همه رو یادداشت کنید. فراموش نکنید اینا رو. اینا نکات بسیار مهمی هستن که توی این کار اگر خدایی نکرده با مشکلی برخوردید، اصلا از اون اکانتتون خارج شدید، بتونید دوباره ورود کنید. و امیدوارم که همتون تا عید درآمد خوبی داشته باشید. من بر روال کار و روال درآمد خودم رو هر از گاهی براتون میذارم که شما هم انرژی بگیرید، شما هم به من انرژی بدید. سابسکرایب کنید، کامنت بذارید که منم انرژی بگیرم برای ادامه مسیر. منم مثل شما تازه میخوام شروع کنم، یعنی همه اکانتایی که ساختم همشون 0 هستن. توی ویدیوهای بعدی حتما بهتون نشون میدم که بهتون ثابت کنم که واقعا اگر یه اکانتی از 0 باشه میشه اون رو به درآمد رسون. و در مورد نقد کردن درآمد هم اصلا نگران نباشید. حتما راهی برای ما ایرانی‌ها هست، شرکت‌های واسط هستن که این درآمد ما رو نقد میکنن. حتما یه ویدیو هم در مورد این موضوع بعد از اینکه به درآمد رسیدیم براتون میذارم که نگران این موضوع هم نباشید.